چه شد مردی بزرگ؟ کادت پس شد ها؟ آوازت هم نمیبراید. اکا بس است اکا تسلیم شدم. با تلفن جواب ده، کلیج دهن، زود جواب ده، زود. انا همین خیل عقلت به سرت میآید. رفته بین باید آن مرد بقیه پول رو میآورد. رو. خواهرم در درون ماشین حبس شده مونده و بیرون برآمده هوای تازه رو نفس کرد. لبای گل با مکان یکای سجی می رویم، آن جایی که راهی تنگ دارد. ساعت 8 مناسب است. بله. پگاه بگو چیکار میکنیم اکا؟ هیچ. همه یک جای خوراک شام میخوریم. همراهی دوستانمان، دوستانی که مرا همچون من و فرهاد میدونند. همه شخصانی که شما رو میشناسند میآیند همین خیل است. بله، همه دوستانی از دعوایم با خبر و باوری نوک اشتراک میکنند. آیدی تو هم بسیار مراق ظاهر کردند بیاز. تو همون زن هستی. از آوازت شناختم تو همان هستی. از من چی میخوایی ها؟ تو کیستی؟ من بالای تو هستم خالدون. سایت بر این تو رو نظارت میکنم. تمامی عمر با من روبرو میشوی خالدون. بس است کسی که خواهد نخواهد مانع میشود. سرده دستانت را از من دور کن. نقابت را بگیر تا که رویت رو ببینم. دمت رو گیر، امضا گذار، وگرنه دستت رو بریده انگشتت رو با آن پخش میکنم. چه خیلی امضا گذارم؟ آخر در اینجا 40 فایز نوشته شده است. نخواد 40 فایز شود. به انصاف ها آخر کمی رحم کنید. شخصی که رحم نکند رحم نمیبیند خالدون. تو با دوست داشته ترین شخصت رحم نکردی. با این امضا گذار. اینجاست خواهرم، با کجا نگاه میکنی؟ وای، من به حجت خانه میروم. ایستو، من تو رو میبرم. نه اکا، من کودک نیستم. کودک نیستی؟ نیستم، خودم میروم. این خیلی باشد محلش. اکا، خواهری ما با کجا می رود؟ به حاجت خانه. چرا تنها گذاشتی؟ خودت همراهش نرفتی؟ گفتم ای بچه من کودک نیستم گفته رفت. خدایا توبه، کودک نبوده است؟ نبوده است. حق است، ببین دختری کلان شده است. باید به قماندان کلیچ خبر دهم. شاید تو این وقت دیوانه شده باشد. من به تو چی کار کردم؟ چرا اینقدر بسیار از من نفرت میکنی؟ ندانسته یا ناخواست تو رو عذاب دادم؟ مالت رو دزدیدم ها؟ تو جان و جگرم رو کنده گرفتی خالدون. دخترم رو از من دزدیدی. گوش کن، چی کاری کرده باشم عذر میپرسم. اگر حسابی داشته باشم پرداخت میکنم. بعضی قرض و پرداخت کرده نمیشود جناب خالدون. برای نکشتنی تو خودم رو با زوری به دست گرفتم. اگر به جای تو می بودم این رو امضا کرده بعداً به قفایم نگاه نکرده می رفتم. با این امضا گذار. مایلش امضا میکنم. سرت به آسمان رسیده، اما یک جای مرا تمام کرده. نمرده به قبر گذاشته.
یگون کس مرا پراند تا که تمام شود. من به شما چی کار کردم؟ سرده نوبکارها چی کار کردم؟ تو به من چنان کار زدی که زخمی کشاده شده تا حال پوشیده نشده است. جانم درد میکند، دلم رنجیده است. از تو نفرت میکنم، نفرت میکنم. زود باش، زود. ака ин духтар куҷо шуд? рафта атрофро бинем. истои бача, каме сабр кун, ҳозир меояд. хуб, фаҳмо. ака, дар воқеъ бовар намекунӣ, вале ман сахт гуруснаам. чӣ? охир каме пеш тановул кардӣ? бале, дуруст. худам ҳам нафаҳмидам, шояд аз хурсандиву шодӣ бошад. меъдаам бисёр ғалатӣ шудааст. майлаш, рафта ягон ширинӣ мехарам. майлаш. гурусна, гуруснае. як лаҳза ҳам ором намеистад. کلیچ، با تلفن جواب ده. دستانم خمیر آلوده است. الو، قماندان، من یلدز. یلدیز؟ با من بگو که فرهاد سک را یافتی. بگو که جانش را گرفتن ممکن است. خواطر نشوید. یافتم جناب. هم فرهاد و هم نزدیکانش را به شما می سپارم. در اینجا خائنان خیلی زیادند. این چی گفتنی گپ است؟ تنها نبوده است، شریک ها داشته است. بله جناب. پگاه بگوی ساعت 8 در راه اینجا سجید گفتنی جای وا می خورند. همه اشان به همونجا می آیند. بسیار خوب، آفرین. میدانستم که مرا راه افتاده نمی کنی یلدیز. آفرین به تو. اکنون با من بگو که آن خائن کی بوده است. اگر شنوید به حیرت می افتید جناب. آدمی میدانسته من هستم؟ او را میشناسم من؟ میدانستم. آن خائن از درون خودمان است. میدانستم. اکنون به من بگو کدام مار را در آغوشمان کلان کرده ایم؟ آن خائن آدمی بیاز. یلدیز، تو گپت را پر را بگو. بگو خائن کیست؟ تو مرا میشنوی؟ پر کن. یلدیز، چی شد؟ گپ زن. چی بودن فرهاد را بگو. یلدیز، بگو که فرهاد کیست؟ گپ زن، زود مرا دیوانه نکن. گپ زن. یک کلمه میگوی آخر بگو. فرهاد کیست؟ вай кист беяз? бо ки суҳбат дорӣ? یلدیز، هرگز کی بودنش را نگفته تلفن را خاموش نکن. در آنجا چی شدنش به من اهمیت ندارد. به من نام آن خائن را بگو زود. نو است. چی نو است؟ ماشین رو میگویم. ماشین نو است، اما زیبیده است. به این هم تو به چیزهای کهنه عادت کرده ای. من بعد جانان را با این سیر میکنونی. گوش کن سواش. اگر باری دیگر نامی جانان را به زبان گیری، آن زبانت را کنده به خودت میخورانم. فهمیدی؟ چی کاری که خواهی بکن، اما به جانان مناسب نیستی. وای چقدر که درخشد تو پژمرده میشوی. و مانند ستاره خردی هستی که در نزد ماه میخواهی که درخشان باشی. چی گفتی؟ ها؟ جانان گفتی؟
چه گفتی؟ در این حیات یگانه دوست داشتم را از من گرفتی. من هم دوست داشته تو را میگیرم. با تو وعده میدهم اگر این کار را نکنم انسان نیستم. تو به این هم انسان نیستی سوش. کسی به تو نگفته است که انسانی. به تو ندوست داشتم را حتی چرکی نخونش رو نمیدیم. اکنون رو در دیگر جا هوا بلندی کن. رو گم شو. حالا میبینیم جناب ایاز. عجبا خواهرت را در دستم بینی چون این هنرنمایی را کرده میتوانی. یلدیز اگر آن خائن در نظر باشد یکان اشاره‌ای بگو. بیاز با کی صحبت داری؟ خالای فاطمه اکام آمد برای همین خب کردم. یلدیز او کیست بگو. اقلا سراغش را بگو. خوبیم در خانه اکام فرهاد می ایستم. خانهش در چی؟ از تو میپرسم تو چی کار میکنی بیاز؟ با خالای فاطمه صحبت کردم اکا. آخه به شما نقل کرده بودم اون زن مرا سایبی کرد. برای خواطر نشدنش زنگ زدم. چرا تلفن رو خاموش کردید؟ عذر میخواهم خواهرم، تو حق هستی. در کجا ایستادنت را کسی نداند خوبتر است. میدانی که دشمن ها داریم. هم ایاز و هم تو را نمیخواهم که در خطر باشد. کی بودنی ما را و در کجا استقامت کردنی ما را نباید کسی بداند. فهمیدی؟ شخصی شناختم. از این برمی آید که می شناسم. مایلش نصیب پگاه به آخر می رسد. آفرین یلدیز، آفرین. شما کجا شدید اکا؟ آمدیم. خواهرم تو سوار شو. بیایید رفتیم. ایاز ها؟ تینجی است؟ از چیز دلگیر شده ای؟ همش خوب است اکا. خوب. بیایید میرویم. پسرم تمام روز در کجا بودی؟ در کار بودم. یعنی در کار بودی. اینقدر زود برای خود کار یافتی. شما چه ها میگویید؟ گیر ببین. چی شد پدر؟ تنجی است؟ چه شد پدر بگیر. انا این شد. این چی گفتنی گپ است میدانی؟ اثبات ناعهده برا بودنی تو است. مرا فهمیدی؟ ناعهده برا. حیوان، امروز از شخص رانده شدنت را شنیدم که دهانش بوی سیر پیاز میکند. شرمنده. اما پدرت چی کار کرد؟ 51% شرکت را به نام پسرش نام نویس کرد. اما این برای تو فرصت آخرین من است. مرا فهمیدی؟ اگر این دفعه هم ناعهده برایی کنی باز به عیض سگ مغلوب شوی، خودم تو را با دستانم میکشم. فهمیدی؟ فهمیدم پدر. ایاز اکنون نوبت من است. جانت را میگیرم، جانت را. چرا امشب گپ نمیزنید اپای بیاز؟ هیچ، به خیال فرو رفتم مزگی جان. چی رو فکر میکنید؟ اکاهایم رو. غمگین نشوید.
با فکر من این دفعه نامه نوشته شما رو انیق میبینن و در روز زادروزتان میآیند. میدونی ازگی، من در حیاتم باری هم زادروزم رو جشن نگرفتم. دویمو میخواستم، اما در دیها زادروز جشن نمیگرفتن. بعدن پدرم آهم رو شنیدن. همون سال روزی زادروزم رو جشن گرفتنی بودیم. پدرم وعده دادن که تورت میخریم. بعد پیش از یک هفته تا زادروزم خبری مرگش آمد. زود از دیها فرار کردیم. بعد مادرم و کودکی غریب مردن. گریه نکنید اپای بیاد. مایلش گریه نمی کنم. آخر برای چی گریه کنم؟ به این هم پگو اکاهایم می آیم. باری اول همه یک جوی زادروزم رو جشن می گیریم. بعد ناگهان صدای در رو می شنویم. اونها آمدن. با فکرم اکاهایتون آمدن. انیق آمدن. سورپریز. تو در اینجا چی کار میکنی؟ توبه، تو مهمانان را چنین پیشاز میگیری؟ میبخشی و خانه‌ام رو چه خیلی افتی؟ پرسیدم گفتند. احسن، تو را کسی نیست که نشناسد. کی آمده است اپای بیاد؟ هیچ کس جانم، اهمیت نده. سلام ازگی، چی حال داری؟ تو شخصی نیستی که ما رو رونده بودی؟ بله، متاسفانه آن حیوان من هستم. در نزد کودک چی خیلی گپ میزنی ها؟ چشمک میزنم گفته چشمت رو از کاسه خونه‌اش میبروری. فهمو، عذر میخوام. برای همه کارهایم عذر میخواهم. مرا ببخش ازگی. سواش بگو که چی میخواهی؟ برای چی آمدی؟ آمدم تا که همه خطاهای کردم رو اصلاح کنم. از شما عذر میخواهم. به خانه درایم صحبت کنیم ها؟ گفتنی های مهم دارم. آید مکتبتان. مادر، پدر، آرامانه خواب کنید. من بعد بیاز به ما امانت است. یگان چیز برای نوشیدن می آوردم اما دیر شده است. بهترش گپت رو بگو و رو، چون که در این بیوقتی ایستادنت خوب نیست. فهمو، این خیلی باشد زود موضوع رو میگویم. بیاز، چه خیلی که تو میدانی من نه قدر آدمی سنگدل هستم. وقتی که همراه ازگی به شرکت آمده کمک طلب کردید، وضعیت مالی شرکت ناگوار بود. میدانم که هیچ یک کاری مرا بخشیده نمیتوانید، اما در حقیقت من آمدم با آدمان چی گفتم، چه رفتار کردم نمیدانم. با شما دقلانه رفتار کردم. همین خیلی است. اگر اجازه دهید میخواهم خطاهایم را اصلاح کنم. این رو همچون عذر قبول میکنی؟ این چیز؟ برای مکتبتون کمک نوارزنده است. بیاز، گوش کن. اگر این را برای ازگی و رفیقانش قبول کنی، نه تنها آنها را بلکه مرا نیز از جاهلی خلاص میکنی. قبول کن. نه تنها با آنها با من هم یاری ده. بگیر بیاز. اکا، در تا خونه چی است؟ چرا اونجا محکم است؟ سرواسی من شو خواهرم. وقتش آید من خودم همه چیز رو نقل میکنم. همه سیرها، آرزوها و گناهایم را یک یک به تو نقل میکنم. بین ما یگان سیر نخواهد بود. اما حاضر نمیگویم. تو اول به ما باید عادت کنی. بعد همراه نشسته صحبت میکنیم خواهرم. فکر کن هالدو. وقتی که رفتی انسان های ترک کردهت رو فکر کن.
боре пурсидӣ ки дар чӣ аҳвол ҳастанд. пас аз рафтани ман чӣ кор карданд? азоб кашиданд ё не? падар, ба шумо чой овардам. بیا به اینجا شین. شعر بچه خودم، سلامت باش. خیریت که تو هستی. همه چیز بالا با بالای هم آمد. اگر تو دستم رو نمی گرفتی می افتیدم. تشکر. падарам, шумо ба ман дастатонро дароз кунед. ман доимо мегирам. шумо танҳо ба ман даст дароз кунед. дар онҷо чӣ гап аст? ҳалдон аз кай писарашро ба оғӯш мегирифтагӣ шуда? беҳуда умедвор нашав ҳалдон. бимирам ҳам писарамро ба ту намедиҳам. бовариам намеояд, то ҳол бовариам намеояд. چی قدر کمک پولی داده است پای بیاز؟ پولی بسیار است. بسیار چیست ازگی؟ به مانند دنیا پولی بسیار است. ما با این پول هم مکتب رو نجات میدیم و هم به دیگران یاری میرسانیم. همین قدر بسیار است؟ بله، همین قدر بسیار است جانم. خدایا، هزار مراتب شکرانه اد میکنم که این روزها رو به ما نصیب گرداندی. با آخر رسید ازگی جان. مکتب رو برقرار میکنیم. زنده باد. چی شد پای بیاز؟ نترس یکتایم، بارونی برکت میبارد، برکت. میدانی وقتی بارون میبارید با اکاهایم چیکار میکردیم؟ دیوانه بر این زیر بارون ایستاده خود را تر میکردیم. مادرم از بیمار شدنمان در هراس میماندند. پدرم بیمان که بارون برکت است و نصیبشان را میبینند میگفتند. تا به مانند ماهی و از آب برآمده نشویم به خانه بر نمیگشتیم. شاید حاضر هم اکاهایم در بیرون باشند؟ کی میداند؟ هیچ گپ نیست آرام شو. پایدر کجاست؟ یلدوز کجاست؟ او در کجاست؟ در رو کشا، وگرنه پایهایت را میشکنم. کشا در را. بیاز خواهرم، در درون هستی. بیاز در رو کشا. بیاز در رو کشا. بیاز در رو چرا قلب کردی خواهرم؟ بیاز من نکردم، به خدا که خطاگیر شد. عذر میخواهم. در رو کشا یلدوز، وگرنه پایهایت را میشکنم. التماس نکنید، ناخواست شد. التماس ببخشید. من نکردم. من یگان کار نکردم. این کار رو نکنید. من یگان کار نکردم. بیاز چی شد خواهرم؟ خوب هستی؟ بیاز خوبی بد دیدی خواهر جان؟ تمام خواهرم، گذشت، نترس. ببین ما در برات هستیم. وقتی که ما در برات باشیم بغیر از خدا دیگر از یگون چیز نترس. حالا خوب هستی خواهر جان؟ کو از جایت خیز؟ با کجا؟ در بیرون باران میبارد، نمیبینی؟ اگر باران بارد سه مشکیتیار چیکار میکنند؟ سلاحهایشان را گذاشته رقص میکنند. رفتیم. میرویم بیاز. زودتر زود باش.
بیا خواهرم، این بارانی رحمت است. بیا که ما هم نصیبمون رو بگیریم. بیا. زود باش بیاز. بیدم. زود باش. بیا. بیا خواهرم بیا. بیا. بیا کی فرها در کجایید؟ من خواهرتون بیات هستم. کسی آوازم رو میشنود؟ کسی آوازم رو میشنود؟ در کجایید اکه هایم؟ التماس مرا پیدا کنید. تاب نمی آرم. بسیار مانده شدم. بیاز؟ خوابی خوش خواهرم. با شما هم. شبی خوش. دروغ شدمونم؟ مایلش. نترس، ما در همین جاییم. شبی خوش. با تو هم خواهرم. نهاری نکرده میروی؟ بله. نمیشود، این خیلی نمیشود. پسرم خوراکی دوست داشتت رو تیار کردم. املیت با کارتاشکه هست. یک لقمه بخور و بعد برم. سرد اید مادر. یگون چیز خوردن نمیخوام. فهمیدم. تو از چیز دلگیر شده ای. چی شد پسری خوش روی اما؟ او خنده ها رو با کجا پنهان کردی؟ کنی یک خنده کن. غمگین نشو پسری زیبایم. چی معامو داری؟ با من نقل کن. مادر سرد اید. معاموی من شما هستید. به احوالمو نگاه کنید. از فسادکاری، بدرشکی و دشمنی شما دلگیر شدم. با خونه کلان جای نشدیم. پدرم سری بر وقت برآمده رفتند. اپام با سبب شما به خونه نمیآید. از کی باز اون جانانی کثافت به تو اپا شده؟ مادر شما قبول کنید یا نکنید او اپای من است. ما رو با هم دیگر دشمن کردن نمیتوانید. ایست من فهمیدم یک لحظه. بگیر این پول ها رو بگیر، خرج خوب کن، استراحت کن پسرم. شیر بچه من آفرین. بیرو مادر پول شما رو نمیخوام. به تربیگی نکن. تو رفت با پدرت مانند میشوی.
اگر من نباشم تو گرسنه میمونی. گرسنه باری دیگر اومده از من پول طلب کنی نمیدهم. ندید. در حقیقت یگان چیز ندید مادر. من خود رو نگاه بین کرده میتوانم. خود رو نگاه بین کرده میتوانیست است. پس از 2 روز بعدی به پول ماندنت من تو رو میبینم. با اینجا آمده گریه کنان عذر میپرسی. مرا میشونوی طریق. آیاز لابای نون خریدی؟ بله سمیت هم خریدم. نو از تنور کندم چنون گرم و نرم است که بیا خواهر جان نهاری تیار است. مایلش لباسهایم رو عوض کرده زود میآیم. یعنی آن دختره کارو حل کرده است. آفرین به نوشاگرد. نوشاگرد نیست دفر. این کار در خون آن دختر است. چه خیر؟ در روزهای نزدیک میفهمیم. میبینیم آن دختر بهترین میشود. من تنها فرهاد را خواهش کرده بودم، اما او تمام گروه را با من پیشنهاد کرد. همه یک جایه و مکانی سجید می رفتند گلای سگها. اگر این طور باشد این شام کار با آخیر می رسد. نو بسته از این تو بی اهمیت نشو که این شخص تا امروز ما را عذاب داد. نباید زود خرسند شویم. راحت نمی شویم. حالا آدمانی بهترینت را جمع کن. اطاعت قماندان. اورکشی شما را جغ میزند. جغ زدن اونها به آخر نرسید. جغ زده باشد میروید. رفتیم. در روی میز زیتون نیست کو؟ چیکار کنم که آخر من زیتون کشان نیستم کو؟ رفته از آشخانه بیار و بالایش روغن زیتون رو نیز اضافه کن. خوب زودتر. خوب شده است. من رفته میارم. صبح بخیر خواهر زیبای دنیایم. صبح بخیر بیاز. صبح بخیر. باز یگان چیز در کار است؟ نه شکر همه چیز هست. بیاز با بالای اون زیتون کمی پودینه پوش. مالش خوب شده است. جانان گل امر کنید. مرا جغ زده اید. این خیل نیست قماندان. ما به تو امر نمیدیم. تنها خواهش کرده میتوانیم و بس. اصلا من از تو امر نمیگیرم بازار. چی شد؟ فکر میکنم که آشتی شده اید. مگر ما با هم زید هستیم قماندان. تو به نقصانهای خلیج اهمیت نده شاگرد. این روزها او با معماهای خودش مشغول است. برای همین کمی عصبی است. چیکار کردی؟ فرهاد را یافته توانستی؟ فرهاد معمای من است. درد شما چیست؟ این را با من گویید. گوش کن. سببی رفتاری بی‌ادبانت را از معمای فرهاد میدانم. امیدوارم که بر وقت در فرهاد را یافته به خود میآیی و مرا خرسند میکنی. بله، به مسئله اساسی میگذاریم. آدمانی در آنجا بوده را یک یک میکشی. اینها کیستند؟ یکی صاحب کار، دیگری آدمی استاد. باز نویسنده و شاعر هستند. در این منطقه نامشان بسیار به زبان گرفته می شود. مردم را تشویش می دهند. کار با سلاح نمی شده است. سلاح راه حل نبوده است.
خلاص مانعی پیش دکان است. زحمت شود هم تو این مانعه ها را از پیش راهمان بگیر. تو چرا کار خودت را خودت نمی کنی ها؟ امروز تو برای من پگاه باشد من برای تو کار میکنم. همین خیلی مصلحت کرده بودیم. در مدتی کوتاه این کار را با آخر رسان. کلیچ از تو خبر انتظار می شود. تصور میکنی ایاز، من مادرم رو میجستم لیکن او در برم بوده است. نفس آخرینش رو داده است. پدرم برای خیر و خوش کردن هم اجازت نداد. مادرانمان رو در یک روز و در یک مکان از دست داده ایم. همین خیلی. یعنی تو میگویی که تقدیر من و تو از اول یک رنگ بوده است. خدا درد من و تو رو یک خیل کرده است. انشالله خوشبختی ما و آینده ما را نیز یک میکند. این چگونه نگاه است فرهاد؟ هیچ. اینها چی میشده باشند گل؟ این دختر روزی از روزها دختر قاتل بودنش رو میفهمد و زمین قاتل پدرمان است. باید این صحبت کرده بودیم. دخترک ذره عیب و گناه ندارد فرهاد. فهمو اما میدونی بعضن آیدی چی فکر میکنم بشیر؟ کاش که در اون درمانگاه جان میدادم. هنگام زندگی در حسرت دخترم ماندن در داور است. اگر دستم رو دراز کنم رسیده میتوانم، لیکن دخترم رو به آغوش گرفته نمیتوانم. به نزدش رفتم من مادری تو هستم گفته نمیتوانم. گناهگار حلدون است. برای همین یک عمر او را نمیبخشم. دیگر روی پدرم رو اصلا دیدن نمیخواهم. با اون خانه باشد هیچگاه بر نمیگردم. بر نگرد. علاجش باشد در خانه پی گل است. سالهایی است. همینطور از پیش چشمم دور نمیشوی. برخیز. تو را با بیاز شناس میکنم. این بیاز است؟ بله، خواهرمان را یافتی. بیاز، بین این جانان است. شما در خردسالی شناس شده بودید. سلام. تو رو دیده خیلی خرسند شدم. کلان شده خیلی زیبا شده ای. بشین بیاز. ایاز، یعنی که اکاد فرهاد است. اما آدم کلیچی نیکولای دهم. درو دروز از خواهر. بعد ایاز به تو نقل میکنه. بشین جانم. باید زود نهاری کنیم چون که امکی صراف انتظار است. تینجی است. کارها رو شروع میکنم انشالله جانم. همش را بگیر پسرم. اشتهایتان. تشکر آشپز سجید. سلامت باشید. دستانت درد را نبیند. راست میگفتند خوراکایت با مزه. همین خیلی نزفر؟ بله عالی. تشکر. چای فرمایش دهم؟ نه، بسیار ششته. میرویم. این خبرگیری است. آمدیم، دیدیم، چشیدیم، باز میاییم. انتظار میشویم. انتظار شوید. ما یک گروه شده میاییم. بله، عالی. یعنی فرهاد در همین جایها زندگی میکرده است، نه ظفر؟ بله، همین خیلی بوده است. بسیار خوب. لیکن خوراک با لذت بوده؟ چی بودن این لذت را میدانسته است سگ؟ ما کیف پران کردن او را هم میدانیم. معما نیست کماندان. البته معما نیست. چرا معما شود؟ بگاهی اینجا خرابزار خواهد شد تا به مرکزشان در آمده نابود خواهیم کرد.
خواستم که بر وقتتر آدمان را بیارم، اما اینجا نمایان است، زود میفهمند. همین خیلی نه؟ اینطور باشه چیکار میکنیم؟ امر دهید قماندان. حمله ناگهانی میشود ظفر. از نزد میز نخسته آنها را شکار میکنیم. این بلندی ها را میبینی ظفر؟ میبینم. وقتی که ماشین ها می آیند در آن بلندی 9 یا 10 نفر سلاح به دست را فرار. از این طرفی سر درخت مخفیانه وارد شوند. فهمیدی مرا؟ آدمان با شاخهای درخت خود را نامعلوم کنند. اگر لازم آید در نزد در یک آدم را عهده‌دار میکنم تا نگریزند. این یک حمله حقیقی می شود ظفر. هم ذوق میبریم هم کار میکنیم. این جای را زیر و زبر میسازیم. فهمیدی؟ در بالای این زمین درخت زنده را نیزیدن نمیخواهم. اطاعت جناب. ناگفته نماند. تا عملیات به کسی چیزی نگو. باید با تدبیر باشیم. فهمیدی؟ سورپریز نمیخواهم. این آخران خوراک خورده فرهاد سگ خواهد شد. جناب، وظیفه داده آرخچی رو چیکار میکنیم؟ دیرتر کنیم؟ نه دیرتر نمیکنیم. میدانی که و یک آدمی ممسکی افلاس است. بسیار لق نکرده کارش را تمام میکنیم. برای حل کردن کاری او آدمانی بهترینمان را میفرستیم. خوش، اکنون میرویم. حالا کار داریم. از حاضر میتوانم تصور کنم در اینجا بیناها میشوند، ولی بیناهای خیلی بلند آشیانه نه، به هم نزدیک هم نمیشوند، تا اینکه آدمان بمالول تیرزه ها را کشاده در بالکن هایشان نشینند. در انا اینجا مکتب میشود. از اینجا کودکها، حتی از دیگر جاها هم کودکها میآیند. معلمانی که نیتی خدمت کردن را دارند کار میکنند. فرزندانمان را به آنها امانت میگذاریم. در اینجا یک چایخانه با باغچه‌اش میشود. میگویند که در شهرک‌ها قدر و قیمتی همسایه نیست. در اینجا این خیل نمیشود. آدمان نه تنها در خانه‌شان، در باغچه چایخانه هم میشینند. برای صحبت، راضی دل کردن جمع میشوند، متحد میشوند. مثل من، ما بریم انسان‌های یتیمی که برای زندگی مبارزه میبرند در اینجا زندگی میکنند. اگر ثروتمندان میلیون‌ها دلار دهند هم با آنها از اینجا یگان خانه نمیفروشیم. به نیازمندان امتیازها میدهیم. اگر شرایط مادیشون خوب نباشد، شاید چون اجاره پولی یا اینکه نمیدونم کاری کرده کمک میکنیم. یگانه چیزی که من میدونم در اینجا آدمانی زندگی میکنند که درد و غم و حسرت ما را با هم میبینیم. چی میگویید؟ به شما پسند آمد؟ پسند نآمد؟ درست حق هستید. مبلغی گذاشته‌تان را گرفته نمیتوانید، اما تو حالا اکی حسن را نمیشناسی ایاز. او در نقشه‌اش باز دیگر نیت را دارد. او را حسن کرد میگویند. به کوه برآمده است. پیش راهی آدمان را گرفته جزا داده است. به مانند من به دستش سلاح گرفته فریب خورده است. اما شکر میکنیم که به درگاه عمک صراف در آمده به خود آمدیم. علم عرفان را دیده هر دو انسان کامل شدیم. همش به واسطه عمک صراف است. نه آنقدر. انسان را انسان کننده گوهری در دل داشته‌اش است، وگرنه از دست ما چیزی نمی آید. همین طور نه؟ خیر، چی میگویی حسن؟ شاید درآمدی زیاد به دست نمی آری، پولی بسیار نمیگیری، اما با فکر تو ارزنده نیست؟ نمیدانم. در حقیقت نمیدانم. این کار را حل کنیم دردی گذرنده به آخر میرسد. آدمانمان را جغ زدی؟ یگید برای عملیات آدمان را جمع کرد؟ همه چیز آماده است. شما خواطر نشوید. عالی. این شب شبی ماست ظفر.
یلدیز میگوید که شخص شناخته ما است. برای فهمیدن کی بودنش بی‌طاقت میشوم. اکای حسن شنیدم درست است؟ درست است تحسین. این جوان راست و خوش میگوید، اما امکان نمیدهند. کسی که به این کشور خدمت کند بر ضد آن با شمشیر و توپ و تفنگ میبرایند، برای از دست ندادن زمین ارتش را عهدهدار میکنند. حق هستید. ترس مرگ دست و پای انسان را میبندد. وقتی شما را گرفتیم ببخشید. اینجا بیا ببین. این را میبینی؟ این زخم تیر است. در سینه‌ام 2 دانه و در پایم 1 تا است. قوه‌های تاریک این کشور مرا 3 مرتبه خواستند که کشم. در 3 دفعه هم اجلم بود نشده است. از مرگ ذره هم نترسیدم. باور کن. ترس من امیدشان را گم کردن آدمان است. مگر امید برپا نشده ویران می شود حسن؟ وقتی که ما به این راه سر نهادیم و برپا کردن امید کوشش نکردیم. اکای حسن تو چنین انسان نبودی. در سری کار زود تسلیم نمیشدی. کی گفت که تسلیم شدم تحسین؟ من خواستم که دشواری های این کار رو ببینم. وقتی که آتش می افروزن برای نگریختن باید آماده باشیم. یعنی چی؟ من نفهمیدم. شما راضی هستید که همکاری کنید یا اینکه راضی نیستید؟ راضی نیستم. اگر در اینجا میدانچه ورزشی نشود راضی نیستم. برای کودکان راهی دوچرخه ساخته نشود راضی نیستم. درخت، پرنده و باغچه نباشد راضی نیستم. و مانند این در حقری، دیابرقیر و در بتمن ساخته نشود راضی نیستم. مادامی که به یک کار شروع کردی هدف را کلان باید گرفت. شرق و غرب نگفته به کار شروع میکنیم. لایحه از طرف تو سرمایه باشد کاری من است. اکنون بگو که با وجود همه این مشکلی ها آماده هستی؟ در پهلوی من هستی جوانی خوب؟ البته اکای حسن، تا آخر با شمایم. خیر، چی گویم؟ به خیر و برکت شود. خدا راهی وقتمان را کشاده گرداند. آمین. آمین. الو، فهمو. چه مشکلی هست؟ کلیش مراجع میزند. فهمو میرویم. در پناه خدا باشه. مزه کرم رو بچش چخیل شده است. خوشتم. اکای سواش رو نیز جیغ میزنه. اکای سواش؟ میبینم که سواش زود اکاد شده است. تینجی است؟ من او رو بخشیدم و مانند اکام است. دروغ نمیگویم. من هم او رو بخشیدم. از این بر می آید که جوانی صمیمی بوده است. تو باید سیمای جنابی مدیر رو هنگامی دادن سند میدیدی. مکتب از اونی من است میگیرم. گفتم که سرخ شده سیمایش تور شد. با بالای این اکاهایم می آمدم به هوا پرواز میکردم. لبای گوش میکنم جنابی مدیر. یک دقیقه سند به اساس برآمد؟ الهو بخیر شود و به خدا شرمنده نکنند. آمین.
дуоятро кам макун ҷонам. бе аз ту ҳам. худо хоҳад. биёед медароем. медароем? ба куҷо медароем? ту бо худ либос наовардаӣ. барояд либоси зебо мехарем. охир ин шом ҷашн дорем. ҷашнгирӣ? охир ин шом хӯроки шиносоиро мехӯрдем. ҷашн? ман ҷашн гуфтам? худоё тавба. бале ман ҷашн гуфтам. ҳамин ҳамкориро ҷашн мегирем. дар байни худамон каме хурдакак. биёед дер накарда дароем. алло. ту чӣ гуна инсон ҳастӣ, а? ту зарраи виҷдон ва марҳамат надорӣ. инсонҳоро масхара кардан ба ту маъқул аст, а? чӣ шуд беаз? ором шав. нафаҳмидам чӣ мегӯӣ. бубин, боз намедонистааст. ман девона мешавам. оиди он санади беасосе ки доди гап мезанам. боз оиди чӣ ҳам мегуфтам? ба ту бовар карда ба ҳамаи оила занг зада мактабро баргардонида гирифтем гуфтам. ҳоло ман ба он оила ба мардум чӣ мегӯям? чӣ хел беасос аст? ин номумкин аст. ин хел набояд шавад. чӣ кор мегӯӣ? ин рафторе аст ки ба салаш даҳан зебанда аст. боз ин кор боз дурӯғ гуфтааст. аммо ту гуноҳ надорӣ, ман гунаҳкорам. хайрат ки он сири ифлосатро барвақт нишон додӣ. бори дигар ҳеҷ гоҳ ба доми ту гирифтор нахоҳам шуд. беаз, гӯш кун. як бор гӯш кун. аслан ту маро гӯш кун, салаш даҳан. бори дигар ба назди ман биёӣ, касе туро аз ҷанҷоли ман халос карда наметавонад. фаҳмидӣ? маро шунидӣ? ин чӣ хел мешавад? ки ин корро карда бошад? беаз, бисёр чизҳои зебо ёфтам. бин, ин намуд ҳаст. боз нахандед охир. ақаллан 2 дақиқа ҷиддӣ бошед. лалай. хайр. чӣ? ин ҳам намешавад. фаҳмо, бо занҳо бояд ба харид набароӣ. акаҳоятро бисёр хурсанд кардӣ беаз. бори аввал кӯдаквор хурсанд шудани аязро мебинам. хайре аст ки туро ёфтанд. хайре аст ки ҳастӣ. беаз, инаш чӣ хел? ин ба ту бисёр мезебад, хоҳарҷон. бигир, бипӯш. худоро шукр. تو شاید مراغ ظاهر کنی که برای این وظیفه از بین این قدر جاسوس های پرتجربه چرا تو برای این جاسوسی نو شاگرد را انتخاب کردم؟ همین خیلی نه؟ برای آنکه تو فرق داری یلدیز. فرق داری. در چشمان تو غضب هست، جسارت هست، چالاکی هست. مهمتر جاسوسی 40 ساله بودن نیست. مهمتر داشتن دلی ناترس و جسور بودن است و این همه در رگ‌های خونگرد تو موجود است. اما اگر ناموفق شوی و ذره خطا کنی، به خونهای در رگ داشتت خیانت کنی، رحم نکرده تو را با دستان خودم میکشم. مرا شنیدی یلدیز؟ تو را با دستان خودم میکشم.
باید به قماندان کلیج خبر دهم. مجبورم که این کار را کنم. مجبورم. این حجت ها را از نظر گذارانید. آدمانی که در این حجت هستند در مدت کوتاه باید کشته شوند. فهمیده؟ معلومات مفصل در درون حجت هست. جناب این آدمان چیکار کردند؟ گناهشون چیست؟ هیچ، حالا یگان کار نکردند، اما با واسطه شما میکنند. پس از این ساعت مرا مجبور میکنید که این را بیاموزانم. نگاه کنید، این آدمان را تعقیب کنید و در وقت مناسب با سلاح حمله کنید. بعداً به ماشین آنها مواد مخدر را جایگیر میکنید. پس از دستگیر کردن آنها به خلق قهرمانی ژیتیم را بار دیگر نشان میدهیم. نیتی ما همین است. اکنون فهمیدید؟ بسیار خوب، از پس کارتان شوید. مرا ببخشید. ببخشید. جانان این چی؟ زیباست. بیاز جان، اگر خواهی این لباس را نیست پوشیده بی، این به تو بیشتر میزیبد. بیاز ایست من میدهم. بیاز آیاز چی شد؟ بیاز در اینجا نیست. چخیل نیست جانان، سفسطه نگو. جانان اگر خطا کرده باشم چی؟ اگر این آدمان به مانندی گفته های قماندان کلیج نباشند چی؟ اکنون من چی کار میکنم؟ تو را با دستان خودم میکشم. خدایا با من یاری ده. یگان راه نشان ده. التماس. بیاز در کجایی؟ بیاز آیاز او نیست در یگان جا نیفتم. جانان ناگهان چی حادثه شد؟ او به کجا میرود؟ دیوانه میشوم. ایست آروم شو، پیدا میشود. بیاز ایستو. برای دریافت کار ترجمه حال شما همین است؟ اصلا این طور است جناب. من خود تعریف کنه رو دوست نمیدارم. برای همین تجربه های کاری موفقیت و استعدادهایم را ننوشتم. نخواستم که سرطان گرم شود. تمام، لیکن در اینجا قسمی سابقه کاری خالی است. نوشته اید که شنیدن سرود و تماشای فیلم را دوست می‌دارم. دیگر چیزی نیست. باز برای زندگیتان را پیش بردن 50,000 لیره طلب کردید. انصاف دارید؟ جناب و تخمینا به 40,000 راضیم. دادر جان، تو مرا مسخره میکنی؟ تو نه تجربه و نه استعداد داری. جناب دانسته گپ زنید. من میراثخوری بزرگی هلدینگ جندن هستم. من در اینجا کار را یاد گرفتم. البته همین خیلی است. تو همچون میراثخوری هلدینگ جندن تنها در جایهای دلخوشی بی خانم در آمده میتوانی. این شرکت یک طرفی است. تو را در پایان به حیث فراش هم به کار نمیگیرند. در اینجا به تو کار نیست. برو از اینجا. حالا همین خیلی است جناب مدیر. این سیما را در یاد گرفتم آمد. یگان روز من در این کرسی میشینم و اون روز مرا جوانی بوی و مغرور میگوید. کنی به بیرون برو. مرا عصبی نکرده به بیرون برو. زود باش. ها این خیلی باشد من میدونم چیکار کنم. برآمد از این طرف بودم. بیاز در کجای التماس جواب ده. بیاز در کجایی خواهرم؟ در کجایی بیاز؟ در کجایی؟ بیاز در اینجا کودک 5 ساله رو ندیده؟ نه ندیدم.
در اینجا یگان دختره که تنها رو ندیدی؟ هیچ گونه دخترچه. ایاز باری دیگر نباید او را گم کنم. میفهمی باری دیگر او را نباید گم کنم. بیاز! بیاز خواهرم کجا شدی؟ چه مفته؟ بیاز! من نباید او را باری دیگر گم کنم. در کجایی بیاز؟ بیاز! بیاز در کجایی؟ بیاز در کجایی؟ در کجایی بیاز؟ بیاز در کجایی؟ ایاز ایاز بیاز بیاز خواهرم تو رو یافتم. بین این دفعه یافتم. این دفعه تو رو گم نکردم. سخت ترسیدم خواهرم سخت. گم نمی کنم. باری دیگر تو رو گم نمی کنم. گم نمی کنم. تو در کجا بودی؟ با من چیزی نشده که برای گرفتن آب برآمدم. اکا باید یگان کار کنیم گل. من بعد یگان چیزی ندارم که از دست دهم. خواهری زیبایم رو نیز یافتم. پیش از مرگ او را دیده توانستم. من بعد کسی به من مانع شده نمیتواند. باید از همه پیشتر حرکت کرده نامهای دیگر شخصانی در حجت بوده رو پیدا کنم. این دفعه از آنها بر وقتتر حرکت میکنیم گل. میدونم فرهاد حق هستی، اما این شب نمیشود. التماس بیاز بار اول زود روزش رو جشن میگیرد. این هم به تو گذرد. اما گل آخر یک شب از فرهاد از تمام عمرت تنها یک شب رو با او میبخشی. یگید بودنت رو فراموش میکنی. در بری نزدیکانت و عائلت امشب فرهاد میشوی. این رو از او دریغ ندار التماس. این زن کیست؟ از من چی میخواد؟ زن گفت؟ چه زن؟ چی شد؟ برای چی به اینجا آمدی؟ تو کیستی که سند مرا قطع میکنی؟ ها؟ پدرش صفسته میخوند، باز خودش جدایی صفسته میخوند. چی خیل سند؟ چی ها میگویی؟ نمایشات نادانی را یک سو گذار جناب هلدون. سندی که امروز نوشتم قطع شده است. این کار را بغیر از تو دیگر کسی کرده نمیتواند. گوشت را گشاده با دقت گوش کن. باری دیگر این را به تو نمیگویم. صاحب نوی شرکت منم. باری دیگر به کارهایم بینی خلانی برایت خوب نمیشود. یک دقیقه این چی معنا دارد؟ او میگوید که صاحب نوی شرکت منم. چی گپ است هلدون؟ یک طرفیست به همه چیز بینی کلانت را نخلان. نویگری بزرگ میکنم. از اول تمام عهده‌داری های تو و دخترت را قطع میکنم. من بعد ساختمان شاهراه را خودم نظاره میکنم. قطع کن. اگر قطع نکنی ناحرمتی میکنی. در کرسی راهبری خود را جایگیر کن. بین که این شرکت چه خیل از مفلس شوی میبراید. چه خیل مفلس شوی؟ برای چه انسان ها اینقدر بد هستند؟
برای چی هم دیگر رو فریب میکنن؟ بسیار مونده شدم، بسیار. اما شما این خیلی نیستید اکه هایم. اقلا امروز پیدا شده می آمدید. با من بد نبودنی دنیا رو نشان می دادید. تنها نبودنم رو حس می کنانیدید. التماس اکه هایم، اقلا امروز بیایید. مرا تنها نگذارید. شرط نوی پیچلی است. قرضت رو 45% کرده پرداخت میکنی. چه خیل؟ این ناممکن است. ایست نابکار. حالا گپ دارم، گپم را بگویم بعد خرد بودنت را میفهمی. گذرگاهی آن شهرها را برای بهتر شدنش عوض کرده بودی. زمین های اطراف آن شهرها دیگر از آن خالنگ جندن نیست. تو چی ها میگویی؟ همه حجت ها را من خودم دیدم که به نام شرکت قید شده است. دیده ای اما حجت های 10 سال پیشینه را دیده ای. اگر شرکت را این خیل اداره کنی پیش از پرداخت قرض پیچلی تو خود مفلس میشوی. اگر اون زمین ها نباشد شرکت یگان فایده ای ندارد. بگو که این زمین ها را کی گرفته است؟ بگو رفتم میگیرم. اگر فروشد میگیری. او بیگانه نیست، با بیگانه نرفته است. عیز است. زمین ها را با عیز داده بودم. همه زمین ها از آن عیز است. لالا بیاز خواهرم، خواهری زیبایم، به مانند شاه دخترها شده ای. خواهرم به هر چیزی خوب لایق است. در کوچه مانده تو هم میخوای ها؟ ما در کوچه مانده رو ببین باور کرد. تو اول رفته لباست رو بدوز. لباسش دریده است، لباسش دریده است، لباسش دریده است. او رو ببین. ای گریه نکن. مگر گریه کردن با چشمان زیبایت میزیبد. اشک چشمانت را تازه کن. اهمیت نده اکا جان. مان تا که گریه کنه. چشمانش را به مانند چشمانی قورباغه ورم کننده به مهمانی آید. در آنجا سالها بیهوده بیاز را جستجو کرده ایم. او در جویباری نزد حبله همون بوده است میگویی. بیایید رفتیم. با کجا؟ تو بیا بیاز. باید یک جای رو ببینی. بیا بیاز بیا. آید این جای مراغ ظاهر کرده بودی. تو هم باید بدونی که به این حق داری. این رسم به یادت آمد خواهرم؟ روزی آخران خرسندیمان بود. اما تو از کجا به یاد میاری؟ وقتی مصیبت تو کودک خردسال بودی. یگان گناهی نداشتی.
کدامی ما گناه داشتیم اکا؟ کدامی ما؟ بیاز کی بودن تو؟ بعد چی شد؟ برای فراموش نکردن گذشته همه چیز رو از اول به تو نقل میکنم. مادرم، پدرم، مصیبت های به سرمون آمده را بدان و به پای راست ایست. با آنها فخر کن، از گذشته‌مون افتخار کن. با ما چی شد اکا؟ همه چیز را او از دست ما گرفت. کلیج دهم. مادرم، پدرم، غریبی خردسال حیاتمون را گرفت. این شب آخران است جناب فرهاد. تو هم مثل پدرت زیر خاک میشوی. پدرت دارای مزار نبود، اما تو دارای مزار خواهی شد. آنا همین خیل از خواهرم. این کلیچی به ناموس برای خاطری پولی حرام شده آیله امون رو ویران کرده. نه تنها آیله امون بلکه 10 اسکرها را شهید کرده. برادر اپی گل رو نیزو کشته است. کلیچی لعنتی. نامش بلال. رفیقی بهترینم بود. در آنجا در پیش چشمانم شهیدش کرد بیناموس. تا قدر امکان خواستم که مانع شوم اما نتوانستم. با گذشت روز کلیچ پرقوت شد. این دفعه به خودم وعده دادم که با پیدا کردن دادر و خواهرم کلیچ را نابود میکنم. اما فهمیدم که کلیچ تنها یک لختر بوده است. امروز یک کلیج می رود، با جایش هزارها کلیج می آید. با جنگ کردن با این نظامی خائن قرارم رو دادم برای نیست نشدن آیله ها و شهید نگردیدن افسران. کلیج به انسان های به مانند او را تعقیب می کنم. اگر در آخر مرکم باشد می جنگم. همه چیز آماده است ظفر. چه خیلی که شما فرمودید، ما پوره آماده ایم. عالی. با دقت گوش کنید. به ناخن یلدی ضرر نرسد، فهمیدید؟ و یک تاری موی از سرتان را میگیرم. با خبر باشید. و من کله فرهاد را میارید. فهمیدید؟ اطاعت کماندان. پراکنده شوید. اکا نرویم یا اینکه قطع کنیم نمیشود؟ خدایا چرا بیاس؟ یا اینکه تو بیماری؟ نه از این سبب نیست. ندانم دلم نمیخواهد. خواطر نشو خواهرم. سورپریز را که دیدی تا ابد بالیده میگردد.
ҳоло не, аммо меоянд. ин шаб албатта меоянд. بیاز наравем, баргардем. ягон рӯзи дигар мекунем, илтимос. рӯзҳои дигар ҳам меоем беязҷон, аммо рӯзи аслӣ имрӯз аст. биё рафтем. дар ин ҷо касе нест ё ин ки ин ҷо маҳкам аст? сюрприз! барои шумо хӯроки дӯстдоштаатонро тайёр карда будам. акай Фарҳод, акай Аяз, имрӯз ҳам наомадед. ман дигар бе шумо калон шудан намехоҳам. падарам ба ту ваъда дода буданд, аммо насиб набудааст. хостем ки ваъдаи ӯро мо иҷро кунем. аз ин пештар зодрӯзатро ҷашн гирифтӣ ё на намедонам, аммо ҳамроҳи мо бори аввал аст. зодрӯзат муборак буд. بیاس بیا شمها رو پوف کن. زود باش. زود خواهر جان. پوف کن. دختر جانم شم رو پوف کن. دختری جانم السلام. شکر که تو هستی. شکر که خداوند تو رو به ما داد. پدر بسیار زیبا است. دختری جانم چرا تو چشمانت رو الله کرده نگاه میکنی؟ زود کده ها رو جمع کن. زود باش. پوف کن آخر. ارزو کردن رو فراموش نکن. آفرین بیاز. ازگی میخوای که شم رو پوف کنی؟ بیا. ایست نه با اون طرف است. اکنون 1 2 3 پوف کن. ازگی انا این دفعه اومدن. Aka? Savaş?
شکر میکنم که این روز را نیست. دیدم خواهرم. دیگر یگان چیز را نمیخواهم. حالا باز روزهای بهترینمان نیز میشود فرهاد. خدا در برمان است. شما از راه راست نبرایید. هیچگاه از راهتان نگردید. اگر به شما چنین دل و جسوری باشد هیچگاه به راه بد نمی روید. خیلی که گفتند راه راست یک تا است، کسی که خواهد می‌بیند. اگر برای منفیت مال و ملک خود آن راستی را نبینی و خطایت باور کرده دیگر هیچگاه راست نخواهی شد. مار هم همین خیلی است. خب بوده جای را جستجو میکند که زهرش را بریزد. اگر در نزدش بوده دشمن نباشد هم یگان سببی حق را جستجو میکند. اما روزی میشود که اجل به دری او نیز می آید و آن وقت دیگر بهانه نخواهد کرد. نه هنگام زنده بودن راست می شود و نه وقتی مردن. شخصی که دل راست ندارد دارای ایمانی حق هم نیست. اگر زبانش راست نباشد دلش هم پاک نیست. همیشه به صدای دلت گوش ده. اگر زبانت خطا کند هم دلت حقیقت را نشان می‌دهد. کسی که گندم کارد گندم می‌درود. هم در سخن و هم در کار باید راست باشیم. منافق‌ها یک دنیا دارند که دو روی دارند. انسانی با ایمان باشد دو دنیا و یک روی دارد. خدا ما را از دو رویه بودن و شرهای شیطان نگاه دارد. در پیش دلمان دائما حق را نشان دهد و طرفی حق باشد. آمین. در اینجا چی کار داری؟ برای چی آمدی؟ مرا مسخره کردنت بس نیست؟ بیاز، ایستو باید صحبت کنیم. بیاز، ایستو. تو هیچ چیز رو نمیدانی. دانستنی یگان چیز شرط نیست. همه چیز عیان است. سند دادت به اساس برآمد. البته تو حالا این هم دروغ میگویی هم تهمت میگویی؟ نمیگویم، برای آنکه در لحظه های آخران از آن سند دست کشیدم. تو هم حق هستی. اینقدر نیکی برایت وزنین است. ذره به حیرت نافتادم. بیاز، مرا گوش کن. برای کودکان بیگناه آن پول و سند را داده نمیتوانستم. برای آنکه آن پول ها حرامند. تا این سال پول هولدینگ جندان با حیله و نیرنگ جمع شده است. من به بین آنها بدتر وارد شدم. یعنی گذشتهشون را نمیدانستم. دیروز به یک چیز شاهد شدم. به بیچاره با فایز کلان پول دادند. از بس که آن مرد پرداخت کرده نتوانست، در دستش چیزی را که داشته باشد گرفته پیش کردند. به مانند راهزن نکردم، نتوانستم. من هم در لحظه آخر دست کشیدم. غمگینم. مرحمت خواهر جان. این چیست؟ تحفه. با اکم گرفتیم. کشو ببین به تو پسند میآید. این لختک رو به یاد آوردی؟ هنگامی از دیه گریختن گرفتنش رو فراموش کرده بودی. تو این رو بسیار دوست می‌داشتی. حتی به این خواب نمی‌کردی. همه جوی انقره رو کفتیم اما با اون مانندش رو نیفتیم. در آخر به دوزنده فهموندیم آن دخت و داد. خیر؟ معقول شد؟ چی کار میکنی ها؟ لختکی مرا بیمان با دستانی افلاست نرد. لختکم رو شکستی افلاس. این را بین شکستی افلاس. من نشکستم، ناخوش شد. این نشکست است. از این کاری کردن به پدرم خبر میدیم تا که جزایت رو دهد. پدر التماس با امکی که بد نگو. التماس مرا سر ده. برایم اهمیتی ندارد. این لختک را به من پدرم خریده است.
پدر 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 او در کجاست؟ یلدوز در کجاست؟ من نکردم با خدا که خطاگی شد عذر میخواهم. در را گشا یلدوز وگرنه پایهایت را میشکنم. التماس نکنید ناخواست شد التماس ببخشید من نکردم. تو را به خانه همان گرفته سیر کردیم. تو فکر میکنی که دختری این خانه هستی؟ تو فکر میکنی که دختری این خانه هستی؟ جایت را بدان. فهمیدی؟ جایت را بدان. التماس نزنید من نکردم. دمت را گیر. بیاس خواهرم خوب هستی؟ با شما این رو کرده نمیتوانم مرا ببخشید. بیاس جان بیا ما رفته شیرینی رو بیاریم. بیاس رفتیم. رویتون رو ترش نکنید. معلوم است که دختر تا حال در حیرت است. این خیل نیستید. طبع او رو خیره نسازید. آخر امروز روز خرسندی شما است. بیا تورت رو ببر بگیر. از این بدی کردم مرا ببخشید مجبور بودم. همه گفته هایم درست است بیاس، اما تو خاطر نشو. من به تو آن پول ها را یافته میدهم. وعده دادم چیزی که لازم باشد میکنم. با من باور کن. روح افتاده نشو. من یگان راهش را مییابم. فهمو سواش، اما اینقدر پول رو از کجا پیدا میکنی؟ نمیدانم. ماشین میشویم، سچاقچه میفروشم، خلاص یگان کار میکنم. نخند، اگر میکنم گفته باشم میکنم. با من باور نمیکنی؟ باور کردن میخوام. این طور باشد باور کن و با من یک بار دیگر فرصت ده. مایلش سواش، تو غالب شدی. با من چی کار کردنت رو نقل کن. همه در جایهای خود باشد. امری مرا انتظار شد. تو را با دستان خودم میکشم. دودار، احوال بیاس خوب نیست. معلوم است که چیزی شده است. یگون کار کن ایاز. حالا ایست، من تبش را بالیده میکنم.
Akay Sajid. Aşan bir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. رحم نمی کنم، تو رو با دستان خودم می کشم. Selvinin dalları boyundan uzun. آتش کشه. Gözümde bir salkım üzüm. Ölmeden görseydi aman 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 aman. O yari gözüm, o yari gözüm. Koyun kuzu kuzam. اکنون خیلی دیر شد. مرا ببخشید. Doblado en Olimpusac, México. La venganza.